علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم عزیزان، تماشابینان عزیز، امروز ما و شما در برنامه نوبتی پخش مستقیم مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان قرار داریم. موضوع صحبت ما درباره تحمل پذیری دینی مذهب حنفی است. شما آزادانه می توانید هر سوالی که درباره همین موضوع هست و سوال مراجعت کنید. به قدر وسع طاقتی که داریم انشاءالله ما پاسخ شما را خواهیم گردانید. محترم عزیزان، خلق تاجیک به دین مبین اسلام همچون یک سرچشمه پاک و بی‌آلایش معنوی، روحانی و اخلاقی احترام می‌گذارد. تاریخ گواه است که گذشتگان بزرگ ملت ما در رواج گسترش و رشد نموی دین اسلام و ارزش‌های اسلامی سهم ارزنده‌ای دارد. دین مبین اسلام امروز یکی از رکن‌های مهم جهانبینی، معنویات و اخلاق جامعه ما به حساب می‌رود و ما حق نداریم که نقش آفرینده و انسانساز ندیده گیریم. در دین مبین اسلام بزرگداشت انسان و احترام شخصیت نه تنها نسبت معتقدات آن بلکه نسبت پیروان دیگر دین‌ها نیز مقام خاص دارد. خداوند در آیه 70 سوره اسراء می‌فرماید: استعیذ بالله ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. ما فرزند آدم را کرامت دادیم، آنها را حمل کردیم در خشکی و در بحرها و ریخت دادیم آنها را از پاکها و آنها را از دیگر خلق‌هایی که ما خلق کردیم فضیلت دادیم. و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم هم در حدیث مبارکشان می‌فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. ایمان شما کامل نمی‌شود حتی اینکه هر چیزی که برای نفس خودتان دوست می‌دارید برای نفس برادرتان دوست ندارید. مضمون این حدیث، در این حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم انسان‌ها را برای در بین خود پیاده نمودن دوستی، محبت و نیک بینی امر می‌نماید. زیرا انسان عضو جمعیت حسابیده در بسیار چیزها احتیاجمند و دیگر شخص‌ها میباشد. از همین جهت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در دیگر حدیثان فرمودند: بسم الله الرحمن الرحیم ان الله فی عون عبده ما دام العبد فی عون اخیه. البته خداوند جل و علا در یاردم بنده‌اش است مادامی که بنده‌اش در یاردم برادرش باشد. محترم انسان عزیزان، انسانی خیرخواه که اخلاق خوب دارد اما دائما کوشش میکند که مقصدش کار نیک باشد. تحمل پذیری و همدیگر فهمی محور اساسی تعلیمات امام اعظم بوده. ابو حنیفه حتی دلیل‌های خود را از نظر دین‌های دیگر اساسناک میکند. مثلا به نزد او با شکایت آمدن که شخص خود را مسلمان میگوید اما طلبات اسلام را اجرا نمیکند، یعنی نماز نمیخواند، روزه نمیگیرد. حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در جواب با دلیل‌ها اثبات کرد که ایمان و عمل از یکدیگر جدا بوده. کسی که اگر خداوند جل و علا را یگانگیش به زبان بگه و به دل تصدیق کنه، محمد علیه السلام را پیغمبریش به زبان بگه به دل تصدیق کند، او را مؤمن حقی میگد و صاحب ترک عمل کردن او را نسبت به کفر دادن درست نیست گفته حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در مذهبشون قرار دادند. مذهب حنفی در اساس تعلیمات قرآن و سنت نبوی تشکل یافته. سرچشمه اساسی آن قرآن و سنت است. این مذهب در مسیر تاریخ بارها برای نگاه داشت یک پارچگی و هویت ملت‌های مسلمان‌های جهان خدمت شایسته را به انجام رسانیدند. مذهب حنفی در دایره مذهبی خویش هزاران دانشمندان و متفکران اسلام را به کمال رسانید که ایجادیات و ارشادات ایشان باعث افتخار جهان انسانیت می باشد.
بزرگی مذهب حنفی در آن تجسم می‌یابد که امام اعظم رحمت الله علیه قرآن حدیث را سرچشمه اصل نگاه داشته برای معنیداد وسیع آن راه گشاد. معنابرداری از احکام شرعی را وابسته و منفیت عموم و شرایط تاریخی و منفیات اسلام و خلق‌های تسخیر شده تحریزی نموده، تحمل و همدیگر فهمی را اساس و واسطه حل مشکلات ها قبول کردند. مذهب حنفی که صلح و ثبات، امنیت جامعه و رفاه آسایش مردم همچون رکنهای اساسی آن دانسته شده اند، در طول تاریخ در حیات معنوی خلق‌های آسیای مرکزی مخصوصا تاجیکستان نقش بی‌نظیر دارد. تاجیکان نقش بی‌نظیر دارد. فتوای شرعی امام اعظم دایر به استفاده زبان تاجیکی دری هنگام گزاریدن نماز و به جا آوردن دعا و فاتحه، اینچنین به این زبان ترجمه و تفسیر کردن قرآن کریم مقام و منزلت زبان ما را در قلمرو خلافت اسلامی خیلی تحکیم بخشید و برای زبان دویم تمدن اسلامی شدن آن راه وسیع گشاد. در مذهب حضرت امام اعظم رحمت الله علیه تحمل پذیری در مد اول قرار دارد. برایتان چند مثال از فقه حنفی می‌آورم که در آنها مقام انسان اولین درجه بوده سرشار رحم و شفقت میباشد. یکم، دست کودک نابالغ و کمبغل برای دزدی بریده نمی‌شود، اما نزد حضرت امام مالک رحمت الله علیه بریده می‌شود. زن و شوهر اگر مال یکدیگر را بدزدند دستشان را بریده نمی‌شود، اما نزد حضرت امام مالک رحمت الله علیه بریده می‌شود. اگر پسر مال پدرش را بدزدد دستش را بریده می‌شود، اما نزد حضرت امام مالک رحمت الله علیه بریده نمی‌شود. اگر کسی مال خویشاوندانش را بدزدد دست او را بریده می‌شود، اما نزد دیگر امامان بریده نمی‌شود. چیزهایی که زود ویران می‌شوند اگر دزدیده شود دست دزد بریده نمی‌شود، نزد امامان دیگر دست دزد را بریده می‌شود. 3 طلاق را یک جای دادن حرام است و طلاق دهنده گناهکار عظیم می‌شود، اما نزد دیگر امامان هیچ باکی ندارد. اینچنین تحمل پذیری و انسان دوستی امام اعظم در مسیر فتوا یکی از سبب‌های گسترش مذهب او در عالم اسلام به شمار می‌رود. چنانه که در مسئله کفر یک شخص امام اعظم رحمت الله علیه جانب احترار روایت کرده به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد که حکم کفر را او را بعد از اسلام صادر کند. جهت دیگری تحمل پذیری این مذهب قبول مسائل عرف و استحسان در بخش فقه می باشد که جهان اسلام نیز از این استفاده می برد. همین طریق می توان مثال های زیادی آورد در آنها مذهب ما در مسئله تحمل پذیری برتریت نظررس دارد، اما حالا هم شخصانی وجود دارند که پیروی به این مذهب بزرگ را قبول ندارند. به همگان معلوم است که وقتهای آخر رویه‌های تندروی دینی پیدا شدند که به مذهبی را اساس وحدت اسلامی می‌حسابند. بی‌شبهه این فکری خام و خطای محض میباشد. برعکس گفتگوی مذهب‌ها در چارچوبه تمدن اسلامی در سطح صفت‌های نوع مناسبت‌های خلق‌ها و دولت‌های اسلامی و حفظ خصوصیت‌های فرهنگی و تمدن ملت‌های اسلامی ضرورت حیات و راه یگانه حل مشکلی مذکور میباشد. دین مبین اسلام ماهیت انسانی داشته تاریخاً زمینه‌های مسائل آموزش ارزش‌های فرهنگی بین‌المللی را مهیا نموده با واسطه فرهنگ‌های قابل قوم‌ها و خلق‌های ملت‌های گوناگون برای خود راه گشوده در حیات عملی آنها نقش و موقع مخصوص دارد. افراد جامعه با یکدیگر مثل برادرند و باید به صلح و آسایش بین خود بپردازند و در تمام لحظه های خوبی زندگی مادی معنوی در کمک یکدیگر باشند. آدمان نسبت به همدیگر مثل اعضای یک خانواده می باشد. خداوند جل و علا در آیه 13 سوره حجرات می فرماید: استعیذ بالله یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ای مردم، درستین که ما شما را از یک مرد و زن یعنی حضرت آدم و حوا خلق کردیم و شما را قوم ها و قبیله ها ساختیم تا اینکه یکدیگر را بشناسید.
بزرگترین شما نزد خداوند جل و علا پرهیزگارترین شماست. و در مصداق این آیت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم هم در حدیث مبارکشان می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم لیس بعرب فضل من العجم ولا باسود من ابیض الا بالتقوى. یعنی مابین قبیله من عرب ها و دیگر قبیله ها فرق نداره و مابین آدم سیاه یعنی پوست سیاه داشت و پوست سفید داشت فرق ندارد مگر به خدا ترسی. اینچنین در دیگر آیت که 103 سوره آل عمران خداوند جل و علا می‌فرماید استعیذ بالله واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. شما همگی بر اسمان دین یعنی به قرآن چنگ بزنید و پراکنده نشوید. پیروی از مذهب امام اعظم ما را وظیفه‌دار می‌کند که فرموده‌های خدا و رسولش را به جان دل قبول نموده انجام دادن آنها را فرض و سنت باید قبول کنیم. تحمل پذیری ماهیت تحمل پذیری را احترام گذاشتن به عقیده افکار دیگر نابسته از خصوصیت آن خودداری کردن از همه گونه عملی که خلاف قاعده های معیارهای اخلاقی است تشکیل می‌دهد. تحمل پذیری مهمترین اصل است که همزیستی قوم و خلق‌های گوناگون رنگ و گوناگون مذهب را طول تاریخ تأمین ساخته است و همچنین یک ارزش عموم بشری تاریخ کهن دارد. از این نگاه تحمل پذیری یک ارزش معنوی اخلاقی است در نظام مناسبت‌های فرهنگی، مذهبی و سیاسی. سعدی بزرگوار رحمت الله علیه در این مورد فرمودند بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند چون عضو به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. یادآور باید شد که تحمل پذیری با وجود جزء فرهنگی عموم بشری بوده بیشتر خاص آن فرهنگ تمدن‌هایی است که حاملان آنها تاریخاً اساس طرز حیاتی مقیم نشینی، شهرنشینی، کشاورزی و هنرمندی داشته دارای عنعنه‌های کهن ایجادکاری آبادسازی بوده است. از این نگاه تحمل پذیری در فرهنگ مردمان آریایی و خصوص تاجیکان از تاریخاً یکی از ساکنان مقیم نشین و کشاورز و هنرمند و فرهنگ ساز سیاره بودند مقام خاص داشته است. موقع اسلام نسبت پیروان دیگر دینها در اساس اصول تحمل پذیری، انسان دوستی و گفتگوی تمدن‌ها تشکیل یافته است. از اینجا شناسانیدن نظر واقعی اسلام مخصوصا مذهب حضرت امام اعظم همچون اقدام برای تحکیم مکالمه اسلام با دیگر دین و تمدن‌ها خدمت می‌کند. بله. الو. بله. الو. بله. سلام علیکم. علیکم السلام. یا سوال دارم میشه؟ بله. کدام عملها برای تحمل پذیری اصلاح شده میتواند؟ بله سلامت باشید. شما در هستید. برادر عزیز سوال می‌کرد که کدام عملها سبب تحمل پذیری شده میتواند؟ ما پیشتر گفتیم که تحمل پذیری یک ماهیت اصلی تحمل پذیری همین است که خودداری کردن از همه گونه عملهایی که خلاف قاعده معیارهای اخلاقی است. یعنی در مقابل یک آدمی که در مقابل شما ایستاده است در مقابل او صبر نمودن، تحمل کردن و سخنهای او را گوش کردن و با احساسات ره ندادن را تحمل پذیری میگویند. مقصد اسلام همین طریق از راه خصوصیت تحمل پذیری و اخلاق کسب کردن مذهب حنفی با کوشش حضرت امام اعظم و شاگردانش به مکتب تبدیل گردید که مسلمانان توانستند در آن تحمل پذیر را همچون اندیشه کلیدی دین مبین اسلام دریابند. بزرگی مذهب حضرت امام اعظم در آن تجسم می‌یابد که امام اعظم قرآن، حدیث و سرچشمه اصلی نگاه داشته برای معنیدان وسیع آن راه کشاد معنابرداری از اخلاق شرعی را وابسته به منفعت عموم و شریعت تاریخی و منفعت اسلام تحریزی کردند. اصل تحمل پذیری
مذهب حنفی در مسئله گوناگون شکلی فرهنگ ها و تمدن ها خلق های زیاد را در محور ارزش های اسلام نگاه داشته، در برابر این توانست که قلمروی نفوذ آن را وسیع گرداند. مردم خراسان و ماورای نهر و کشورهای چون هندوستان و ترکیه به مذهب امام اعظم توجه خاصه ظاهر می‌کردند که این خود نشانه بهترین سازگار تعلیمات او با نیازهای مردم این سرزمین ها می باشد. معلوم است که دایر به پهنشوی اسلام در این کشورها خصوصا در سرزمین ماورای نهر اندیشه های گوناگون بوده. در این مسئله عامل های تحمیل اجباری، هوسمندگردانی، اینچنین اختیارا قبول کردن اسلام نیز وجود دارد. ولکن مذهب حنفی نه با امر زوری بلکه اختیارا بنابر مطابق کامل خویش به طلبات معنوی و آیین‌های فرهنگی از مردم آسیای مرکزی گسترش یافت. مذهب حنفی که صلح و ثبات، امنیت جامعه و رفاه آسایش مردم همچون رکن‌های اساسی آن دانسته شده‌اند، در طول تاریخ در حیات معنوی خلق‌های آسیای مرکزی مخصوص تاجیکان نقش بی‌نظیر دارد. فتوای شرعی تاجیکان و دیگر خلق‌های فارسگوی هرچند شریعت اسلامی را همچون آیین زندگی خود قبول کردند، ولی مخصوصیت فرهنگی مشخصات قوم‌های خود را نگاه داشتند. این است که زبان ناب تاجیکی زبان رسمی دربار نخستین دولت متمرکز خلق تاجیک سامانیان و چندین دولتداری‌های بعدی نگردیده در طول تاریخ موقع خود را استوار نگاه داشت. امام اعظم رحمت الله علیه از تمدن گذشتگان خود آگاهی کامل داشت و به ارزش‌های خود احترام می‌گذاشت. توجه او با احیا و ترتیب ارزش‌های سنت‌های دولتداری، آزادی‌های سیاسی، موقعی و مرتبه پیدا کردن تمام خلق‌های مسلمان خلافت نشان دهنده پیوند قومی امام اعظم و تمدن و فرهنگ خلق خود بود. فقه حضرت امام اعظم همچنین برای رشد تمدن خلق تاجیک، رواج فرهنگ و علم و ادبیات عالم شمال آن در عصرهای من بعده زمینه مستحکم حقوقی و دانی گردید. یکی از برتریات‌های فقه حنفی در این است که بیشتر از اصول عقلی تکیه میکرد. تحصیل امام اعظم رحمت الله علیه با علم کلام آغاز گردیده است و دانش در این علم اندوختش نیروی فکری و اندیشه آن را بسیار تقویت بخشیده است. این است که امام اعظم همیشه از اصول عقلی وسیع استفاده کرده، آن را تدریجاً خیلی تحکیم کرده است. او در علم فقه قاعده های را مرتب ساخت که در اساس آنها فقه اسلامی به حیات مسلمانان وارد گردید. قرآن و سنت، اجماع و قیاس، استحسان و عرف اصل های فقهی حضرت امام اعظم رحمت الله علیه می باشد. اجماع و قرار یک جایه علمای دین در مسائل فقهی بوده، علما آن را حجت قرار دادند. پس از کتاب خدا و سنت رسول خدا یک دلیل های اصلی این بله برادر عزیز گوش میکنم. سلام علیکم. سلام. یک سوال داشتیم حضرت. میشنوم بچه جان. در مذهب اهل سنت و الجماعت فقه‌های تحمل پذیری وجود دارند؟ سلامت باشید. سلامت باشید. محترم عزیزان، همچون برادر عزیز میپرسه که این تحمل پذیری در مذاهب دیگر اهل سنت و جماعت وجود دارد و تاریخ ها گواه است که این مذهب تحمل پذیری یگانه در مذهب حضرت امام اعظم رحمت الله علیه از درون همون مذاهب اهل سنت و جماعت می باشد. زیرا اونها با نمایندگان آنها با یک اندک کار انسانها را با کفر نسبت داده بسیار مثال در حق دیگران جبر میکنند. این مذهب تحمل پذیری خاصه مذهب حضرت امام اعظم رحمت الله علیه می باشد. مسلم است که امام اعظم رحمت الله علیه در توضیح فقه از رسم آیین‌های سرزمین اجدادی خود بیشتر استفاده می‌کردند که تا امروز
حتی معیارهای امام اعظم رحمت الله علیه طرز جایز میدونید که تحمل پذیر باشند و سبوکی بیارند، چنانه که اهل غیر مسلمانان را در تجارت مانند مسلمانان دیگر آزاد قرار میداد. گفته‌های بالا شهادت روشن میدهد که مذهب حنفی دارای غایه‌های تحمل پذیری و مدار بوده از نظر عمل نیز سهل است، زیرا خداوند جل و علا در آیه قرآن می‌فرماید استعیذ بالله یرید بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. خداوند جل و علا برای شما آسانی را اراده میکند و سختی را اراده نمیکند. و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکش گفتند یسیروا ولا تعسروا ولا تنفروا، شما آسان بگیرید سخت نگیرید، مردم را نگذرونید. انا با همین حدیث ها و آیات های پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و گفته های پیغمبر و آیات ها حضرت امام اعظم رحمت الله علیه که تکیه کرده مذهب خودش را تحمل پذیری را اختیار کرد و در همین اساس امام اعظم رحمت الله علیه حتی پیروان دیگر فرقه های تندرو دینی را کافر نمیخوانند. لیکن در زمان زندگی حضرت امام اعظم بعضی زاهدبینان برای خردترین اشتباه فتوای کفر صادر میکردند و من بعد به سبب پیدایش گروه فرقه های مختلف سیلابی از فتوای کفر جاری شد. هر فرقه و گروه حریفش را با کفر حکم میکرد. حتی خوارجی که در پیدا شدگی بودند در اسلام در وقت خلافت حضرت علی صحابگان حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را حکم به کفر کردند، صحابگانی که اونها را خداوند جل و علا آشکار رضاییش اعلان کرده است و حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم انسان‌هایی که اونها را بشارت صراحتا بشارت به جنت دادگیان اونها حکم به کفر کردند. ولی حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در جواب این فتنه های جهانی اسلام به صدای بلند میگفت که ما یگام نفر از اهل قبله را کافر نمیخوانیم، که کسی که اهل قبله باشد، اهل کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله باشد، او را به کفر نسبت دادن هرگز درست نیست و حرام است. برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک میفرماید یک از یک انسان را نسبت به کفر بتید او را اثبات کرده نتواند و دلیل ها کفر او را کفر به خودش میگردد. بسیار مسئله نازک محترم عزیزان، برای این باید احتیاط کرد و یک کاری اندکی یک آدم نماز نخواند، یا آدم روزه نگرفت، یا آدم مزار رفت، یا آدم یک مولود کرد، یا آدم دیگر کارها کرد که حاضر بچه ها یا سلف یا نسبت به کفر میتید، این را هرگز این خیلی نسبت دادن ها درست نیست از و حدیث و اجماع امت و مذهب حضرت امام اعظم. لبای برادری عزیز. السلام علیکم بایدون. علیکم السلام. یا سوال داشتیم. میشنوم. در قرآن یا سنت دلیل برای تحمل پذیری وجود داره؟ بله سلامت باشه، سلامت باشه. جواب شما پاسخ شما را هستم. برادر عزیز میپرسه که در قرآن و سنت آیا دلیل برای تحمل پذیری وجود دارد؟ آیات های قرآنی و احادیث حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای تحمل پذیری بسیار وجود دارد که خداوند جل و علا خودش میگه استعیذ بالله و اعتصموا بحبل الله جمیعا یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. و که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه که ولا تعسروا ولا تنفروا. لبای برادر عزیز. السلام علیکم استاد محترم. السلام. دور شدن از تحمل پذیری چه پیامدی دارد؟ نفهمید استاد محترم. بارک الله، سلامت باشید. برادر عزیز، تحمل پذیری، ترک تحمل پذیری بسیار پیامدهای بسیار زیان در جامعه انسانی دارد. لبای. سلام علیکم. السلام. استاد سوال داشتیم استاد. میشنوم بسیار جان. آیا گفته میشه که مذهب حنفی از دیگر مذهب‌های اهل سنت افضل‌تر است؟ بارک الله، سلامت باشید. حاضر ان شاء الله در پاسخ هستیم. محترم عزیزان، این برادر عزیز میپرسه که آیا در مذاهب اهل سنت و جماعت که یکی از همه مذاهب اهل سنت و جماعت مذهب حنفی است، آیا از دیگر مذهب‌ها افضلیت و برتری دارد؟ پایان‌تر در این باره استفاده می‌گذاریم که چه فضیلت‌ها و دلیل‌ها هست که
افضلیت مذهب حنفی دیگر مذاهب. محترم عزیزان، تحمل پذیری بسیار پیامدهای تحمل ناپذیری، تحمل نکردن بسیار پیامدهای بدی دارد که برای جامعه انسانی بسیار ضررهای کلان دارد. همچنانی که پیشتر گفتیم که انسان اگر تحمل پذیری نباشد، فکر نکند، شکر و گوش نکند هر کس و هر یک کار و ناکارش او را نسبت به کفر بتیان، در مابین مسلمان ها در جامعه انسانی کافرها بسی میکند که یک مسلمان ها صاحب کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را نسبت به کفر داده، دشمن را باز زیاد کرده، در مابین مسلمانان، در مابین جامعه مسلمانان تفریقه می اندازند و در جامعه فتنه می شود که الان که خداوند جل و علا میگوید که فتنه از قتل و از بینتر گناهش. برای در دیگر حدیثان پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم هم در حدیث مبارکشون میگه که فتنه یک چیز خوابیده است، کسی ای را بیدار کند در لعنت خدا و لعنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم گرفتار می شود. این یک مسلمانی که صاحب کلمه لا اله الا الله و اندک کار او را نسبت به کفر دادن بسیار چیه فتنه می شود در جامعه مسلمان ها و یک دیگر فهمی این مبین می رود. برای همو تحمل پذیری برای امت محمدی خصوصی ضرور است که این را حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در مذهب خودشون بسیار چی قرار دادند. معلوم است که نقش دین در زندگی انسان و رابطه آن با نهادهای ساختارهای اجتماعی و تحولات فرهنگی کلان است، خصوصا در جامعه تاجیکستان که دین دارای جهت‌های خاص بوده. از جمله مهمترین ساحه‌های حیات جمعیت به حساب می رود. مسئله تربیت جوانان جزء مهم سیاست دولت است. در این سبک ما باید در درک نماییم و پیشروی و آبادی هر یک جامعه قبل از همه به سازندگی ایجادکاری و سطح دانش فرهنگی نسل نورس و جوانان وابستگی مستحکم دارد. از این نقطه نظر تربیت نسل دانشمندان و دارای اخلاق حمیده، صاحب معرفت با فرهنگ، سازنده و ایجادکار و وطن دوست و با ننگ و ناموس وظیفه مهم و اولین درجه همگان است. زیرا در جامعه جهانی ملت و دولت مقام مناسب خواهد یافت که فرزندان بیدار دل آگاه و دارای خصلت‌های حمیده انسانیت را تربیت نمایند. جوانان با ننگ و ناموس ما باید به حس وطن بلند وطن دوستی و خودشناسی ملی، پیش از همه علم‌های معاصر، زبان‌های خارجی و تکنولوژی زمانوی را آموزند و از پی آباد کردن وطن عزیزی خود تاجیکستان باشند. این چنین پیشرفت تمام ساحه‌های حیات جامعه از کادرهای صاحب اختصاص و با مهارت و وطن دوست وطن پرست وابسته است. زیرا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکشان فرمودند که هلاکت امت من در دو چیز است: یکی بیسوادی، یکی تفریقه. اگر امت بیسواد ماند، او امت را هر کسی بخواهد حرام طرف بخواهد او را میبره. اگر امت تفریقه یافت و در صلح و صلاح و یک دیگر فهمی در مابینشان نشید، او امت هم این مبین میرود. گفته حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را این حدیث مبارک شما 1400 سال پیش برای امت وصیت کرده بودند. برای امت باید بیاموزند، ای قفای علم شوند، متخصص شوند، در هر ساحه متخصص شوند که دیگرها در محتاج شوند، بلکه دیگرها محتاج این نباید باشه. جان میباشه استاد، یک سوال بود در همین مذهب امام اعظم تحمل پذیری و کلام دلیل ثابت شده باشد. سلامت باشید. سلامت باشید. در پاسخ هستیم. برادر میپرسد که تحمل پذیری در مذهب حنفی از کجا باشد. گفته ما پیشتر گفتیم که تحمل پذیری در مذهب حضرت امام اعظم رحمت الله علیه آیات های قرآنی و احادیث حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مثال ها آوردیم و بیان کردیم. برادر عزیز پرسید که آیا این مذهب حضرت امام اعظم افضلیت و دیگر مذهب ها دارد؟ من پیشتر برای این جواب شروع کردن یا مقدمه گفتنی هستم که در حدیث شریف
به اسناد صحیح به روایت احمد، ابو داود، ترمذی، ابن ماجه از حضرت ابو هریره، انس و معاویه رضی الله تعالی عنها به این معنی آمده است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکشان گفتند یهودها به 71 فرقه تقسیم شدند، نصارا به 72 گروه تقسیم شدند، امت من به 73 فرقه تقسیم می‌گردند. بجز یک گروه دیگر همه در دوزخند که آن یک گروه نجات یابنده و جماعتند. و در دیگر روایت آمدند صحابگان پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسیدند یا رسول خدا آن یک گروه نجات یابنده کیا هستند؟ رسول خدا فرمودند که آنها کسانی هستند که در راه من و اصحاب من هستند. و همه معلوم است که گروهی که پیرو رسول خدا و پیرو صحابه کرام هستند تنها اهل سنت و جماعت هستند، زیرا که دیگر فرقه ها اگرچند دعوای پیروی به خدا رسول خدا صلی الله علیه و سلم داشته باشند هم اما آشکارا انکار روش صحابگان را دارند. و یک گروه دیگر برای همون پس معلوم شد که تنها اهل سنت پیروی کامل به جمع صحابگان را دارند و فرقه ناجیه همین ها هستند. و جمعی اهل اسلام اتفاق دارند که اهل سنت و جماعت عبارت از همین 4 مذهب برحق هستند که عبارت از حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی است. و تمام راویان فقهی صحابه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از پیغمبر صلی الله علیه و سلم آموختند منحصر در همین 4 مذهب است. همه این 4 مذهب در اعتقادات یک هستند و در یک عقیده دارند، ولکن در فروعات و مسائل فقهی آن اختلافی که با این باباشان هست رحمت خداوند است که این گونه اختلاف بین صحابگان نیز وجود داشت و موجب ملامت و عداوت یکدیگر نبود. پس پیروی کردن به یکی از این مذاهب 4 گانه شرط هدایت یافتن و سبب نجات از ضلالت است. چنانکه از این مقدمه معلوم شد، پس گفتن جایز است که گرچند هر 4 این مذاهب در اصل هدایت و بر حق بودن برابرند، اما در افضلیت و اولویت از هم فرق دارد و ما پیروی به مذهب حنفی را اولا و بهتر می‌دانیم به چند دلیل ها. یکم، از بین هر 4 امام مذهب تنها امام مذهب ما حضرت امام اعظم رحمت الله علیه از جمله تابعین می باشد که مباشرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم بعد از صحابگان کرام بهترین انسان های است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک فرمودند که خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، اشارت به که پس بهترین روان بهترین انسان هایی که با هم در زمان من است و بعد او که تابعین کدام انسان هایی که صحابگان را دیدند، بعد او کدام آدم هایی که تابعین دیدند. گفته پیغمبر حضرت امام اعظم رحمت الله علیه از جمله تابعین است. این چیه؟ برای افضلیتشون یک دلیل است. دوم دلیل، حضرت امام اعظم رحمت الله علیه فقیه ترین مجتهدین بودند، حتی که امام شافعی رحمت الله علیه خودشون فرمودند که گفتند کل الناس عیال لابی حنیفه رحمت الله علیه فیه، همه مردم سبق آموز و خانواده کی است؟ سبق آموز و خانواده ابو حنیفه هستند. در گفته خودشون در سخن مبارکشان گفتند. مقصد از فقه دانستن اصل معنای قرآن حدیث و آگاه بودن از مقاصد و دقایق آن است. سوم دلیل، حضرت امام اعظم رحمت الله علیه اولین تدوین کننده و ترتیب دهنده مسائل فقهی می باشند که دیگر امامان با پیروی از حضرت امام اعظم مسائل را تدوین کردند که البته مطبوع و تابع افضل است. حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در فقه اول کتاب طهارت، بعد اونها را با بابها تقسیم کرده، حدیث هایی که در حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده بودند اونها را بیان کردند و بعد او که حضرت امام مالک رحمت الله علیه در کتاب حدیث پیغمبر حضرت امام اعظم رحمت الله علیه کتاب الآثار دارند و قلم حضرت امام ابی یوسف و قلم حضرت امام محمد رحمت الله علیه تعنیش لگه او را مسند ابو حنیفه میگن. زیاده از 40,000 جمع کرده حدیث ها را. انا در اونجا به ترتیب اول در باره طهارت حدیث هایی که در باره طهارت و در باره او در فصل 4
در فصل تیمم، در فصل مسح، در فصل حیض، نفاس، حدیث هایی که برای حضرت امام اعظم رسیدگی بودن جمع آوری کردن و بعد کتاب صلات و بعضی اون در کتاب زکات مثلا دیگر نکاح و طلاق همش خلاصه و همیشه ترتیب دادن رفتن و حدیث هایی که درباره اینها بودن حضرت پیغمبر و صحابه حضرت پیغمبر در رسیدگی بودن اونها را جمع آوری کردن و بعد حضرت امام اعظم رحمت الله علیه حضرت امام مالک کتاب موطأ نوشت و اون کتاب ده پیروی به حضرت امام اعظم رحمت الله علیه کرده. اون قسم حدیث هایی که درباره طهارت بود، حدیث هایی که درباره صلات بود، حدیث هایی که درباره زکات بود، حدیث هایی که درباره روزه بود، امورا همون خیلی به ترتیب حضرت امام اعظم همچنین ترتیب داده بودن، همون خیلی ترتیب دادن. برای ما حضرت امام اعظم رحمت الله علیه اولین شخصیتی است که در درون مجتهدین این مسائل را که بابها که تقسیم کرد دیگرها که پیدا کردن البته مطبوع از تابع افضل. دلیل چهارم حضرت امام اعظم رحمت الله علیه و شاگردان بزرگ بسیار داشتند. هر یکی آنها در علم تقوا نادر زمان بودند و با مانند امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، عبدالله بن مبارک، داوود طایی، فضیل ابن ایاز و صدها بزرگان دیگر که هر یکی آنها سرآمد علما و فقها و مقتدای مشایخ فضلا بودند. حضرت امام اعظم رحمت الله علیه که فقه حضرت امام اعظم و مذهب حضرت امام اعظم در درون این مذاهب یگانه مذاهبی که به طریق مشورت و طریق مصلحت چیکار کرده بنا شده. حضرت امام اعظم رحمت الله علیه میگویند در کتاب ها که زیاده از 500 شاگرد داشتن و وقتی که به دست عموم که درس میدادن بعد اونها را جواب میدادن و که در داخل اونها شاگردایی داشتن که به درجه اجتهاد رسیدگی که زیاده از 40 تا اونها قطعی من میکردن و از هر کدامش میپرسیدن که در این مسئله را مطرح میکردن. خودشون میگفتن در این مسئله شما چی میگی؟ حضرت امام یوسف امام محمد و دیگر شاگردان چه میپرسیدن؟ همه که به اجماع که رسید بعد در طریق اجماع خلاف بعد در مذهب همون مسئله را چی میکردن؟ قرار میدادن که این جمعواری در دیگر مذاهب اهل سنت و جماعت نیست. از همین جهت در دیگر مذهب ها در طریق بله رسا جان علیکم علیکم السلام. خوب شده شکر احمد. حالا شما باشین میشنوم. زنی به هجاب میتونه ازت روزه بگیره که نماز بخونه بگی میخواه نماز روزه میگه که هجاب نداره هجاب نیایه نمیکنه. سلامت باشی سلامت باشی. با یک سال دیگه هم بریم. الو میشنوم یک شخص وقت میتونه که همه دارایش در یک وقت کنه. حوالا بگیم تا نفهمیدم برادر عزیز آوازا ساز نامد. همین نسبت همون یک شخص که همین که جایی وقتش همه موجود در یک فرزند بچت کنه مثلا همه جایی یک فرزند موجود دیگر رو شاید بچت نکنه میشه هم که شریعت جوزه. سلامت باشه رو در پوسو هستیم. این برادر عزیز میپرسه که زنی به حجاب و نماز روزه گرفتن درسته؟ همون وقت نماز خوانی در حجاب رعایت کند همون سطر رعایت کند یکم سیاش اگر کشف عورت نشود نماز خوانی درسته. اینه که برای به حجابیش که حجاب فرضه گناهکار میشود دیگه برای نماز خواندن درسته روزه گرفتن درسته لیکن حجاب رعایت کردن فرض برای هر یک فرد مسلمان و صاحب فرض ترک کردن او را نسبت کفر دادن نمیشه که او کافر شده دیگر اعمال ها را انجام دادنش نادرسته گفتن ما نمیتوانیم. اما سطر اسلامی رعایت کند در نماز شروع کند میشود وقتی که اگر رشد روزه هم بگیرد میشود. محترم عزیزان دلیل پنجم افضلیت مذهب حضرت امام اعظم رحمت الله علیه دیگر مذاهب این است که پیروی زیاد داشتن حضرت امام اعظم زیرا اکثر کل مسلمانان دنیا پیروی با مذهب ایشان دارند که این بیانگری هم بر حقی و هم بهترین مذهبشان می باشد. زیرا رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند که بسم الله الرحمن الرحیم علیکم بالسواد الاعظم که شما بسیاری کدام طرف باشد همون طرف شو کنید پیروی کنید. که امروز با خبرها معلوم است که
کدام انسان هایی که عقیده اهل سنت و جماعت دارد در جامعه اسلامی زیاده است از 2 حصه‌اش مذهب حضرت امام اعظم میگروند. مذهب حضرت امام اعظم و حضرت امام اعظم خودشون مقتدای خودش، راهنمای خودش، راهبرای خودش و پیر خودشون قرار میدهد. محترم عزیزان، و همین صحبت مون میخواهم و اخیر برسانم و ناگفته نماند که یک چیز را بعد قید کردنی هستم که ما تجلیل 1310 سالگی اصالت امام اعظم در سال 2009 نیز در سمت شناخت سیمای اصلی و آموزش آثار بی‌نظیر او همچون منبع پاکیزه روحانی و اخلاقی قدم مهمی گردید. در شرایط پرتضاد جهان معاصر که اختلاف و برخورد تمدن‌ها هر روز و تابش نو ظهور می‌کند، احیا و بهره برداری از ارزش‌های معنوی تعلیماتی تأمل‌گرایی امام اعظم بی‌شبهه به گسترش تقویه همه جانبه گفتگوی تمدن‌ها مساعدت خواهد کرد، زیرا فضیلت‌های مذهب حنفی محض در احترام انسانیت، هویت فرهنگ و خلق و ملت‌ها و برابر حقوق آنها افاده یافته انسانیت را به راه راست درست هدایت می‌نماید. هدف اساسی ما از تجلیل جشن‌ها و ارزش‌گذاری به شخصیت‌های تاریخی ملتمان و آثار گرانبارای آنها تحکیم هرچه بیشتر حس خودآگاهی، خودشناسی ملی نسل‌های امروزه و در خدمت آنها قرار دادن ارزش‌های والا و دستاوردهای نیک فرهنگی نیاگانمان، این چنین به همین راه در شعور نورسان جوانان تربیت کردن احساسی افتخار از گذشتگانمان میباشد. برگزاری با فرهنگی پرغناوت ملتمان، حس وطن دوستی وطن پرستی نسل جوانان ما را توانا بخشیده در جهان پرتضاد معاصر بیداری معنوی نکی سیاسی آنها را تأمین می نماید و به راه درست هدایت می سازد. گذشته از این آثار پر از پند و حکمت سازنده و سبق آموز شخصیت بزرگی و مثل حضرت امام اعظم در بسیار حالتها جوانان ما را از صدر نمودن اشتباهات و زیاده روی ایمن می دارد. ما باید در جامعه خود نسل خود آگاه و بیداردل و سازنده را به کمال برسانیم که برای آبادی شکوفانی ملت وطن عزیزمان تاجیکستان صافدلانه و صادقانه خدمت کرده توانند. مردم شریف تاجیکستان حقوق کامل معنوی دارند که با چنین فرزانه ملت سهم بی‌نظیر آنها در رشد تمدن عموم بشری افتخار نمایند، آثار گرانبهای آنها را آموزند و حکمت جهانبینی ابرمردان ملت خود را کتبنامه روزگار خود قرار بدهند و پیروی او مذهب را هر یک فردی که در جامعه که در جمهوری تاجیکستان واجب و ضروری دانند انشاءالله هرگز گمراه نمیشوند و سبب نیکبختی دنیا و آخرت آنها میگردند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.